بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد و آل محمد. من اومدم ماه عسل واسه اینکه یه سری حرفایی توی دلم بود که میخواستم همه مردم بدونن و بتونم از این طریق جلوی خیلی از طلاق‌ها رو بگیرم و به کسایی که مثل خودم هستن کمک کنم. این شعار کمپین ماست، دوست دارم زندگی رو. خیلی خوش اومدی. علی چند سالته؟ من 33 سالم. میتونم یه چیزی راحت بهت بگم؟ آره. چرا فکر میکنه آدم‌های شبیه به من و امثال من اندازه تو سختی نداشتن؟ پدر بالا سرتون بوده، مادر کنارتون بوده و دغدغه خیلی مسائل رو نداشتیم. از کجا میدونی اینا رو؟ خب چون نمیتونی شما رو درک کنی. شما هیچ وقت نمیتونی ما رو درک کنی. تو خونه 7000 متری بزرگ شدم. یکیش به نفع یه اتفاق بزرگ میفته که کل این مسیر رو تغییر میده. چه اتفاقی؟ پدر مادرم از هم جدا شدن. چجوری میشه آدم یه دفعه‌ای اینقدر محکم شه و حالا بخواد به بقیه هم کمک کنه؟ فقط خودم رو شناختم. فقط با موقعیتی که هستم کنار اومدم، خودم رو شناختم و فهمیدم از زندگیم چی میخوام. من الان خوشحالم. من الان زندگیمو دوست دارم. من الان زندگیم وقف بچه‌های طاقت و زندگیم وقف بچه‌های بد سرپرسته. چرا جدا شدن؟ بعد از طلاق سختی‌های فراوون داره. یعنی دلم میخواد همه خانمایی که دارن زندگی میکنن یا به اندک چیزی همدیگر رو ترک میکنن اینو بدونن که در زیبایی، باغ بهشتی بعد از طلاق به روشون باز نمیشه. بذار جواب این سوالا رو مامانت بده. علی کاکا کیه خانم؟ یه پسر واقعا حساس، ضرب خورده، آسیب دیده شدید. بابا یه دورانی خیلی ازتون دلگیر بودم، خیلی ناراحت بودم. خیلی وقتا حتی اخم می‌کردم وقتی می‌دیدمتون که شما متوجه می‌شدین. عصبی بودم، ناراحت بودم. این نبود که من از شما ناراحت باشم، از اینکه شما رو نداشتم ناراحت بودم. و الانم میگم خیلی خوشحالم که همیشه اولین اولویت زندگیتون من و خواهر برادرم بودین. از همینجام دستتون رو می‌بوسم. تندیس ماه عسل مبارکت باشه علی. این تقدیم به همه بچه‌های طلاق، بچه‌های طاقت که قرار بود کلی حرفاشون رو اینجا بزنن. شرکت محترم پاکستان هم این هدیه رو تقدیم همه مهمونای ما میکنه. ان شاءالله مبارکت باشه. ممنونم از همتون. من هم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم از این قصه و این اتفاقی که برای این آقا افتاده بود. نمیخوام این قصه رو واکاوی کنم چون نه روانشناسم نه روانپزشک. چیزی که به ذهنم میرسه شاید مطلبی باشه خیلی کلی‌تر که چجوری میشه جلوگیری کرد از این اتفاقی که حالا آسیب ببینه بچه تا این حد که بخواد هم به خودش صدمه بزنه حالا هم به اطرافیانش به نوعی. شرایط رو الان فقط پدر و مادر میتونن مدیریت کنن، پس جوری مدیریت کنن که کمتر آسیب به بچه برسه که بخواد آینده خودش رو تباه کنه. حالا از دو طرف این محبت رو، این عشق رو دریغ نکنن، نگذارن که دچار خلأ عاطفی بشه.
به هر حال از خودخواهیاشون کم کنن، به خودشون فکر نکنن و به تنها چیزی که فکر کنن بچهشون، آینده بچهشون، که لااقل امیدوارم که اینجوری جلوی آسیب بیشتر رو گرفت. امیدوارم که همه خانواده ها کنار هم خوشبخت باشن. برای خوشبختی همه خانواده ها، دوستی همه دعا کنیم توی ماه عزیز. امیدوارم که تنتون سلامت باشه. خدا نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روی ما شما هموطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. قبول باشه انشالله همه حال و احوالاتتون در این نفسهای آغازین ماه مبارک رمضان، انشالله که هرچی که در خاطرتون هست، گوشه قلبتون هست، بهش فکر میکنید، آرزوشو دارید، انشالله همه محقق بشه و اتفاق خوبی برای دلتون، برای احوالاتتون بیفته. این حرف تکراریه، همتون هم مستعین و مشرف به این ماجرا. بعضی اتفاقات نیفته، به صلاح و مصلحت و حکمت هممون هست. به زور هم یه چیزایی رو نمیشه خواست واقعا. هر آنچه رو که شامل عافیت میشه برای خودمون و عزیزانمون، هر آنچه رو که اگر به دست بیاریم حالمون بهتر میشه. بعضی موقع ما از آینده خبر نداریم، یه چیزو به زور میخوایم و خیلی اتفاقات بدتر میفته. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون ماه عسل. امروز با شما هستیم با یک موضوع جذاب که از همتون دعوت میکنم افتخار بدید و ما رو تماشا کنید. چشات بر نگردون از من، این که آن چشا رو دیدم از تو. بگیر دارم ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره. دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. کسی جوری که من هر ثانیه بردم برای تو بمیره. محال یک نفر پیدا شه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دارم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. خیلی خوش اومدید. مجددا به شما سلام میکنم و خوش آمد عرض میکنم. دو تا نکته رو بگم و برنامه رو آغاز بکنیم، بریم سراغ قصه‌مون و مهمانان عزیزمون. نکته اول اینه که این ماجرا واقعا برای اتفاق جذاب و خوشیومنی بود در سال گذشته و تجربه بی‌بدیلی در ادوار ماحصل و اون هم فیلم هایی بود که شما هرچند ساده اما بسیار عمیق با ماجرا و داستان ها و درامای جذاب برای ما تهیه می‌کردین. همین پویش قهرمان من که شما ماحصل خودتون رو با قهرمان زندگی خودتون می‌سازید. خواهش میکنم اگر که علاقه‌مندین دور و برتون قصه جذاب و بکری پیدا می‌کنین، حتما دست به دوربین شین، حتی دوربین موبایل خودتون این فیلمو بگیرید و فضای ارتباطی ما هم با شما فراهمه. ماه عسل تیوی، کانال‌های مختلف، نمیدونم شبکه‌های مختلف، سایت، میتونیم برای ما فیلم‌ها رو ارسال کنیم و ما ازش استفاده بکنیم. کنار این کمپین ما شرکت محترم پاکسان رو داریم، یک شرکت با مجموعه‌ای که تولید داخلی و ملی و وطنی داره با کلی محصولات که در خونه خیلی‌ها هست، سیب و سفید و برف و رخشا و کنار این کمپین هست و هدایای ارزنده‌ای به برندگان کمپین قهرمان من تقدیم میکنه. این یه مطلب دوم که در طول ماه مبارک رمضان و قلب ماه عسل قراره با هم باز دست به دست بشیم و کارهای بزرگ بکنیم که حالمون رو خوب بکنه، اندکی از بیقراری ما رو به سمت قرار هدایت بکنه و بتونیم گرهی باز بکنیم. با ماجرای 733 داریم، ستاره 733 مربع به جهت ماه عسل. در تایم ماه عسل اگر میخواین تراکنشی انجام بدید، پرداختی، شارژی، هر اتفاق دیگه ای، هر روز 5 تا سفر عتبات جایزه داریم و 5 تا سفر مشهد مقدس که خودتون هم میتونید اسامی برندگان رو پیگیری کنیم با ارسال عدد 3 به 2733. اینم از این مطلب که هر دو تا رو براتون تعریف کردم. یه ذره جلوتر بریم ممکنه چند تا ماجرای بزرگ رو بخوایم با هم دیگه انجام بدیم که حتما از طریق 733 خواهد بود. تمام. امروز با هم دیگه شروع میکنیم با موضوعی که در گفتگوی دیروز ما شکل گرفت و علی عزیز از مجموعه طاقت، یک زوجی رو که اگر خاطرتون باشه یک فیلم پخش شد که من مجدد باز براتون پخش میکنم، امروز دعوت کردیم که باشون بتونیم گپ بزنیم. محمد سلام. حالا چطور؟ خیلی خوش اومدید. متشکرم. اولین سوال من اینجا از تو قبل از آغاز هر گفتگویی با دیگه میتونم بگم همسر سابقت، بله، اینه که تو دوست داشتی و با رضایت قلبی خودت اومدی یا نه؟ بله. این سوال خیلی مهمیه. بله. بعضی از گفتگوها، بعضی از چالش‌ها بیننده رو به این سمت سوق میده که آیا مهمون راضیه برای نقل این قصه و روایت؟ این نکته مهمیه. چیزی هست که من نباید وارد شم گفتگو کنم؟ نه خیر، راحت باش. مطمئن؟ بله. نگرانی داری؟ آره یه ذره نگران، استرس. نگران به خاطر خب یه سری چیزا قبلا بود که من واقعا براشون تلاش کردم، چیزایی که می‌خواستم دوستشون داشتم بهشون برسم. متاسفانه یه شرایطی قرار گرفتم که واقعا الان استرس دارم. خیلی دوست دارم که اون چیزی که الان تو ذهنم هست اتفاق بیفته. چی تو ذهنته که دوست داری اتفاق بیفته؟ اون زندگی که دوست داشتم. یعنی برگردی به زندگی بله. گذشته؟ بله. با همون چیزی که دوست داشتم. آره خیلی تلاش چیزی کردم. که دوست داشتی چیه؟ خانومم بچه‌م کنارم باشن. اون زندگی که من می‌خواستم بسازم. شرایطم یه جوری پیشرفت که الان ندارم اون چیزا رو. و بازم میخوام براش تلاش کنم. الان این چیزیه که من دنبالشم. من قصه رو با همسر سابق تو شروع میکنم و تو از یک جایی به ما اضافه شو. چقدر امیدواری که
تصمیمش و حالش اون شکلی بشه که تو دوست داری؟ امیدوار هستم ولی به خدا میسپارم. میدونم کمکم میکنه ایشالله. آره تلاش میکنم. متشکرم. وقت بخیر. شما هم تصویر روز گذشته پارسا رو ببینیم، ما گفتگو رو شروع میکنیم. من دعا میکنم بابا و مامان هم آشتی کنن و بعدش هم بریم از کنار. خب خیلی خوش آمدید. من موبایلم نه این میکروفونم یه جای ببخشید. خب خانم خیلی خوش آمدید. ممنون، مرسی. خیلی محبت کردین. من برام این ماجراها خیلی مهمه و مقیدم بهش، برای اینکه احساس میکنم در روزگار اخیر ما زیادی سرک کشیدن در زندگی همدیگه اوج گرفته و حال خیلی ها رو داره بد میکنه. برای همین یه رسالتی دارم و یه عهدی با خودم و رفقام که حتما اولین سوالم از مهمانانم مثل همسر سابق شما که الان باش گفتگو کردم این باشه که شما با تمایل قلبی خودتون و رضایت اینجا هستید؟ 100%. 100%. نکته‌ای هست که من نباید ورود کنم؟ نه. سوالی هست که پرسیدن شما رو ناراحت کنه؟ نه، جواب میدم صادقانه هر سوالی رو که بپرسی. خیر. دیروز شما تماشا کردید، علی کاکای عزیز مهمان ما بود و مادر گرانقدرشون و راجع به موضوعی صحبت کردیم که موضوع مهمیه و یک قصه‌ای که میشه ازش قضاوت‌های متنوعی داشت و برداشت ازش میتونه کاملا آزاد باشه و هر کسی تلقی و تصور خودش رو داشته باشه. روز اولم خدمت شما گفتم دوست داریم که خیلی گوینده نباشیم، متکلم وحده نباشیم. اصلا ماه رمضان یه اتمسفری داره که آدمو شنونده میکنه حداقل و شاید به دور از قضاوت‌های روتین و هر روزه و همیشگی و حال به همزن هممون که فراتر از این که توی آینه‌ای با خودمون روبروشیم به شکل و شمایل دل و رفتار و حال خودمون بپردازیم، فقط دوست داریم نسخه تجویز کنیم برای دیگران، آدم‌ها رو قضاوت کنیم، انگ بزنیم و بهشون هر چیزی که میخوایم رو الساق بکنیم. این ماهیه که یه کوچولو میتونه برعکس برامون اتفاق میفته. اینی که دست منه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند طلاق. سند طلاق شماست. توی تاریخش رو شما میدونین دقیق چه تاریخی طلاق گرفتین؟ 6/7/95. میتونم ببینم شناسنامه‌تون رو؟ بله. 6/7/95 ساعت 2 ظهر. ساعتش هم ببینید. 2 ظهر. خوبی خانم اینه که همه اینا رو حفظ میکنن. 6/7/95 شما جدا شدی. تاریخ ازدواجتون که 5/9/1389. آره 5/9/1389 عقد کرد. خب چرا این ستونا عریض نیست که اینجوری می‌نویسن توش؟ چیز عجیبیه. خب این ستونا رو باید اینجوری بذارن دیگه. و یک ماحصل ازدواج شما پارسا. یک پسر به اسم پارسا 26/4/91 به دنیا آمد. خیلی خوب. خانم شما در یک خانواده پر جمعیت زندگی کردین یا کم جمعیت؟ ما 2 خواهریم 2 برادر. من بچه آخر خانوادم. خواهرم بزرگ است، بعد 2 تا برادرام، من آخریم با پدر مادرم. 6 نفریم. پدرتون کارشون چی بوده؟ مدیر بازنشسته است، فرهنگی بوده. مدیر مدرسه؟ مدیر. پدر من چندین سال رئیس آموزش پرورش بود، بعد شد مدیر بزرگسالان. یعنی در شهر و منطقه خودتون؟ بله. 5 سالم اگر اشتباه نکنم دقیق اضافه بر 30 سال خودش کار کرد، دعوت به کار شد. میتونم از دوستان خودم خواهش کنم که حرف نزنم پشت دوربین؟ آقا رضا جان، ما یه گفتگو داریم میکنیم، چیز عجیبیه، 50 نفر با هم مشغولید و نمیفهمم واقعا. بدیهیات قصه رو با توضیح بدیم.
من معذرت میخوام از شما خواهش خانم. میکنم. ببخشید که ما لابلای صحبت دوستان حرف زدیم، من از شما معذرت میخوام. مادر چی؟ کار مادر چی بود؟ خانه‌دار. خانه‌دار. تصور شما از یک ازدواج و یک مرد ایدئال در نوجوانی خودتون چی بود؟ یه عشق دو آتیشه خیلی شعله‌ور که من بشم سیندرلای اون قصه و یه آقا شاهزاده سوار بر اسب بیاد منو ببره تو اون رد سنی ها. تو اون که طبیعیه دیگه. آره تو اون رد سنی. آره طبیعی. تصوراتم این بود که حتی زمانی که محمد اومد خواستگاری من، پدرم که کاملا 100% مخالف بود، دستشو گرفتم آوردمش دم در خونه. جلوی در خونمونو هنوز نساخته بودن، خالی بود. گفت به چیش میخوای زنشی؟ خب گفتم باباتون؟ آره. گفتم به هیچ چیش، جلوی در همین خونه چادر میزنم، باهاش زندگی میکنم، تو رضایت بده. میگفت من جنازه تو رو دوش اینم نمیذارم. میگفت سنت کمه، برو درس بخون، دانشگاه. نمیگفت محمد پسر بدیه، میگفت تو برای ازدواج زودی. به حرفای پدرتون تو مقطع حق نمیدادین؟ نه. الان چی؟ چرا حق میدم؟ درس نخونده بودین اون موقع؟ من دیپلمم. و دیگه هرگز ادامه ندادید؟ محمد دوست نداشت. بعد گفت برو. اول گفت نه. تو تایم آشناییمون خب یه پدر، نه. همه باباها اینطوری هم، حالا ویژه پدر فرهنگی خب خیلی آرزوهای بزرگی برای دخترش میتونه داشته باشه. دقیقاً. یعنی پدر شما تو اون مقطع دلیل مخالفتش با ازدواج شما با محمد این بود که شما باید درستو بخونی، یه ذره عاقل‌تر شی، بزرگتر شی، بالغ‌تر شی. میگفت واسه محمدم زوده. محمد شغل نداره، سربازی نرفته، خونه نداره، چیزی برای زندگی نداره، ولی اینا تو مغز من، تو کت من نمیرفت. من محمدو میخوام با همین شرایطش. اون زمان حتی یادم ما ظهر عقد کردیم، شب مراسم داشتیم، با یه حالت چهره غمگینی امضا کرد. من هنوز اون چهره یادمه، هنوز یادمه. من پشت میز نشسته بودم، امضا که میکرد داشتم نگاش میکردم، ولی من اون لحظه خودم رو خوشبخت‌ترین آدم روی جهان میدونستم، نه بگم ایران شهر خودم، جهان میدونستم. چجوری باباتون راضی کردی؟ خیلی سخت بود، خیلی دعواها شد، زدیم از خونه بیرون، فرار کردیم. موضوع ما موضوع خانواده، ازدواج و مهمونامون هم میخوان یه راحت حرف بزنن. به عنوان یک فرد مختصر رسانه‌ای در کشورم خواهش میکنم خانواده های گرامی که دارن ما رو تماشا میکنن، حالا یه سری از ادبیات و یه سری حرفا ممکنه خیلی مناسبتی با بچه ها مخصوصا سن و سال کمتر نداشته باشه. یه خودتون میدونید چجوری باید اداره کنید ماجرا رو. اما این جزء حرفایی که همیشه ما سعی کردیم در رسانه زده نشه، یه جاهاییش پنهانش کنیم، بعد که میزنه بیرون و منفجر میشه، بعد تازه همه میشینیم فکر میکنیم که چرا آمار طلاق کشورمون این شکلیه، چرا کشوری که از خطه شرق درش فرهنگ، درش عرفان، درش عشق، درش عاطفه است، خانواده مهمه، چرا همچین بلایی سرش اومده که در بعضی از شهرها و مناطق کشورمون رومون نمیشه آمار طلاقش رو اعلام کنیم. یعنی یواش یواش توی خطه از کشورمون داره کار به جایی میرسه دیگه این ادبیات نو بشه که میتونیم به ما اجازه بدیم که برای طلاق خدمتتون برسیم. دیگه عروسیه داره تموم میشه یه جاهایی. واقعا هنوزم یه شهرها خطه‌هایی هست که خیلی خوبه آمار ازدواج، اما موضوع مهمیه. خواهش میکنم خودتون اداره بفرمایید اگر در منزل هستیم. ما هم مراعات میکنیم به جهت اینکه در رسانه ملی هستیم و حداقل من بعد از این 15 سال هر چقدر جلوتر رفتم فهمیدم یه نکاتی هست که باید خیلی دقت کرد در رسانه ملی، برای اینکه تو نمیدونی مخاطبت کیه در خونه داره تماشات میکنه. نه اینو گفتم میخوام شما راحت حرف بزنید. اتفاقا شما برای اینکه بابای فرهنگی و عزیزتون رو مجاب کنین برای اینکه زن محمد بشید، از خونه میزنین بیرون؟ آره. چیکار میکنین؟ با هم دیگه برنامه ریزی کردیم،
یه روز به بهونه لباس شستم، لباسا رو برداشتم دونه دونه آوردم تو حمام. بعد یه نامه نوشتم زدم به آینه میزارعشی. زور بود، اونم فکر کردم من دارم لباس میشورم، لباسای خودم بود. منی که هیچ وقت همچین کاری رو نمی کردم. برای مامانم هم سوال بود، حالا بذار میندازیم ماشین. گفتم نه، خودم میشورم. زدم بیرون، سر کوچه منتظرم بود. خیلی تصمیم ترسناکیه. میخواستمش. هیچ راهی نبود که این کارو نکنی؟ پدرم مخالف بود، میگفت الان نه، تا 10 سال دیگه من قبول نمی کنم. شاید در محمد ماجرای ما چیزی ندیده، به قول قدیمی جنمی ندیده که دخترشو بده بهش. جنمشو الانم میتونم بگم داشت. میدونین یه وقتایی هست خب جنم داری، چیز داری، پشت نداری. خب کسی نیست پشتت، کسی نیست حمایتت کنه، مثل من، مثل محمد، مثل خیلی های دیگه مثل من و محمد. این تصمیم شما میتونست منجر به این بشه که شما برای همیشه خانواده تو از دست بدی؟ نه، میدونستم. ما رفتیم خونه خواهرش، پدرمو میشناختم، یه شهر کوچیک. شما آشناییتون چجوری اتفاق میفته با محمد؟ من خواهرشو میشناختم از طریق خواهرش. خواهر محمد رو میشناختی؟ آره، خواهر بزرگترش رو میشناختم. رفتیم خونه خواهرش، بعد گوشی خاموش. بعد از یه تایمی گوشی رو روشن کردیم و اینا. خواهرم زنگ میزد پشت سرم، جواب میدادم ولی با پرخاش، تو چی کار داری؟ به تو ربطی نداره، زنگ نزن به من. پدرم زنگ زد گفت تو برگرد، هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. آخه رفتیم خونه. چه بیرحمی عجیبی در حق باباتون کردیم. من به عنوان فرزندش، به نمیدونی عنوان دخترش، نمیدونی چه احساسی داره یه پدر. خیلی کوتاهی در حقش کردم. همه جا من، پدری که تو یک شهر کوچیک شناخته شده است، 90% اون شهر، اون استان میشناسنش، من در حقش فرزند خوبی نبودم. ولی باز پدر شما به شما گفت برگرد، من درست میکنم. باز تو اون 7 سالی که زن محمد بودم، تو اون 10 ماهی که جدا شدم، هر چی گفتم با دیده منت گفت چشم. یه سوال مهم، تو اون نامه برای زدن بیرون از خونه چی نوشتین تو آینه اتاقتون؟ گفتم که دارم میرم، من 18 سالم شده، محمد هیچ عیبی نداره، از طریق دادگاه اقدام میکنم به ازدواج. به اینا فکر کی بهتون یاد داده بود؟ خودم. هیچ کس. من اصلا در مورد این موضوع با کسی صحبت نمی‌کردم. آدمی نبودم که زیاد برم بیرون. بازار یا جایی میرفتم با خانوادم بود، مادرم، مثلا مادرم نبود، زنمون، خواهرم، اینجور. و نقش مادر شما تو این شرایط چی بود؟ پا به پای من، حالا میدید دخترش عاشق شده، خب به میگم مامان بابا حق داره، خب اجازه بده که بره سربازیش، خب اجازه بده بره سربازی تمام کنه، بیاد بره سر یه کاری، تو دوستش داری دیگه، خب میتونی پاش بمونی، اونم پای تو میمونه. گفتم نه، اونی که من میخوام، اونی که من میگم، با بدیه تمام جلوشون ایستادم، جلوی مادرم که میتونم بگم خدای معصومیت از نظر من، خدای من روی زمین. با قصه من قصه میخورد، مریض شد. چه جوریه دختر به این نتیجه میرسه که قید تمام خانواده‌شو بزنی که اینقدر عاشقانه دوستشون داره به خاطر یه پسری با همین شرایط؟ آره. این اسمش چیه؟ دختره چی میشه؟ شیدا میشه؟ این تعریفش میشه عاشق شدن؟ خودشو میخواستم، خودشو. چقدر مطمئن بودین که همون موقع محمد همین اندازه شما رو بخواد؟ اون لحظه مطمئن بودم. آره. حتی خانوادش مخالف مری من بودن. خب بلند شد گفت اگه کسی میخواد بده من میدم. بعد
آخر شب بود بعد از بله برونمون گفتم که اینقدر هستم که فردای عقد بریم منظر همشو ببخشم. اتفاقی میفته بعد از زدن بیرون از خونه شما پیداتون میکنن، پدر از شما خواهش میکنه که دخترم برگرد. من همه بازم با من صحبت میکرد. خب باشه بابا، خب بذار بره سربازیش. یه سوال میتونم بپرسم؟ وقتی شما بدون خبر خانواده زدی بیرون و یه نامه گذاشتی، پدر شما رو پیدا کرد، دعوت کرد که دخترم برگرد من ماجرا رو حل میکنم، اولین مواجهه شما با پدرتون چه اتفاقی افتاد؟ با محمد اومدیم خونه، با هم اومد گفت دوتاتون بیاین، با هم برگشتیم. محمد گفت صداتون روش نره بالا ها، دست بهش نذارینا، میذارمش و میرم، ولی از ثانیه به ثانیهش خبر دارم. اون لحظه از خودم بدم اومد، چون دیدم شکستن پدرمو دیدم، شکستن غرورش رو دیدم. ای طرف خوشتون نمیاد که خوشم اومد. مردی چقدر شما تعصب داره؟ چرا خوشم اومد، دروغ نمیگم. خب تو اون سن باز میگم اون سنی بود که شاید بعدنا نسترن و محمد دیگه داخل این سن همچین کاری بکنن. یه دختر پسر 17-18 ساله. آره شاید نسترن و محمد دیگه ای به وجود بیاد. و وقتی که محمد از خونه شما رفت بیرون، شما رو برگردن خونه پدر به شما چی گفت؟ دستمو گرفت، سوار ماشینم کرد، رفتیم شام بیرون 2 نفره. گفت چی میخوری و اینا، سفارش نمی صحبت کردیم. گفت چه فکر کردی این کارو کردی؟ من نه، فکر مادرتو نکردی. گفتم چرا مخالفی؟ چرا؟ چه اشکال داره؟ خب من میگم، من جوابشو میدم، هر کسی میتونه این جواب بده. محمد کار نداره، سربازی هم که نرفته، تخصصی هم که نداره. من عاشق دخترم محصول زندگیمه، میوه زندگیمه، نمیتونم بسپرمش دست پدر منم میگه برو، زمانی که رفتی سربازی، زمانی که کار پیدا کردی، خونه داشتی، وسیله زندگی داشتی، مرد شدی بیا. خب محمد بابا شما میگه برو خونه بخر یا میگه یه جایی رو اجاره؟ یه جایی. اصلا پدر من آدم اتفاقا اینی نیست، پرتوقعی نیست. خب مردیه که همیشه زندگی نرمال رو دوست داره. خب یه زندگی نرمال، آدم بتونه سالم زندگی کنه. خب بابای شما باز این حرفا رو تکرار کرد تو رستوران بهشون و شما چی گفتی؟ گفتم نه، کار میکنه. چرا کار نکنه؟ 4 ستون بدنش سالمه، سربازیش هم میره، تازه ما عقد کنیم میفته شهر خودمون که نیفتاد. قبول کرد، اومدن خونه با خانواده. پدرم گفت اوکی نامزد کنه برم. بلند شدم گفتم نامزد کنیم؟ ما عقد میکنیم جلوی بزرگترها؟ حتی یادم مادر شوهرم هم گفت میشه شما چیزی نگی؟ خب بزرگترها دارن صحبت میکنن. منم بودم همینو میگفتم. آره. گفتم که بعد مادر شوهرم هم گفتش که آقای رجبی مثلا عقد کنن، محمد که میره سربازی، میره خدمتش. نگام کرد همینجوری، من سر پای ایستاده بودم. باشه عقد میکنم. باباتون فهمید؟ آره، با یه بغضی، با یه نه که بگم محمد بد بود، نه که بگم خانوادش خانواده خودم. من حتی بعد از طلاقم باشون در ارتباط بودم. اصلا من با خواهراش با برادراش مثل این که رفیقم. بابای شما پیش بینی می‌کرده قطعاً که ممکنه دچار مسئله‌ای بشین، پس یه پیشنهاد درست منطقی شرعی و عرفی میکنه که با هم نامزد کنن، یه صیغه محرمیتی بخونن، یه ذره بیشتر آشناشن، یه ذره بیشتر رفت و آمد کنن. این چالنج اتفاق بیفته که اگر نشد دیگه حالا سر زندگی ندن و مراسم اتفاق نیفته ها. ولی شما می‌خواستین برین سر اصل مطلب. آره. بازم میگم محمد بد نبود. شرایط من و محمد برای شروع زندگی خوب نبود. این خوب نبود. راست میگن آدمی که عاشق میشه چشاش هیچی رو نمیبینه. دقیقاً. چشامو رو خیلی چیزا بستم.
خیلی چیزا رو دیدم و خودم رو زدم به کوری. خیلی چیزا. میتونم بشینم با یه دختر همسن خودم که تو اون سن عاشق شده، خب دونه دونه مشکلات رو به چالش بکشیم. من 3 سال طبقه بالای خونه پدرم زندگی کردم. 3 سال. یعنی تاش محمد نتونست خونه ای فراهم کنه؟ نه، پدر من خونه رو ساخت 3 طبقه و گفت بیاین همینجا زندگی کنیم. محمد بعد از اینکه عقد کردیم رفت سربازی. حالا متاسفانه افتاد ایلام. خدا زیاد کنه. نه متاسفانه ایلام منظورتون دوریشه دیگه. چون ایلام جای خیلی باحالی هم هست. آره دوریش از شما میگیره. اتفاقا رفتم ایلام، رفتم دیدمش. دوریش 100% افتاد ایلام. دیگه 11 ماه عقد بودیم. آره یه فاصلهش با شهر شما خیلی زیاد میشه. 1 روز بود دیگه که میخواست بره. 11 ماه عقد بودیم. بعد از 11 ماه ازدواج کردیم. طبقه بالای خونه بابام یه زندگی رو شروع کردیم. 15 روز بعد از محمد آدمی بود که بره سربازی یا به زور شماها رفت؟ نه میگفت میرم. یعنی اونم اندازه شما تلاش میکرد برای درست کردن این زندگی؟ آره. اون از چی گذشت برای شما؟ خیلی کارا کرد. مثلا انصافی بگم نکرد. مثلا میومد مرخصی خونه، میرفت سر کار، کارگری کرد برای روزی 15,000 تومان. محمد قبل از عقد ما یه تصادف کرد، کاسه زانوش شکست. میدیدم که میومد چه عذابی میکشید از درد، ولی میرفت میخندید، حاضر بود همون پولیو که کار کرده منو ببره بیرون برای خونه یه کاری کنه. یعنی یه موقع خونه داشتین شما؟ بالا بودیم. من 3 سال طبقه بالای پدرم بودم، نذاشتم کوچکترین مشکلاتی، کوچکترین اختلاف من و محمد و خانوادم بفهمن. هیچ چیزی شد. حتی زمانی که بازگو میکردم همشون همینجوری نگاه میکردن. مگه میشه؟ حتی من باز تو روی پدرم ایستادم، گفتم تو چه پدری هستی که من 3 سال بالا سرت بودم نفهمیدی من چی کشیدم، نفهمیدی چی شد. همه میدیدن اوکی نسترم میخنده، محمد میخنده، بیرون میرن. آره چیزن اینا هیچ مشکلی ندارن. کسی تو زندگی ما نبود، هیچ کس نبود، هیچ کس نبود. نمیگم خانوادم نبود فلانی بود، هیچ کس نبود، هیچ کس. چشم رو خیلی چیزا بستم، برنامه ریزی هایی کردم، گفتم آره اینجور میشه. محمد تلاش میکنه. من اون نسترن دوران مجردی نیستم که هر ماه یه لباس اگه کیفم پر پول نباشه بازار نرم. نه، تو زن زندگی شدی، میخوای یه زندگی رو از اینه که هست بری بالاتر. خودم تا اینجا همه چی بین شما تقسیم میشه، شما همه تلاشتون میکنی برای اینکه خانواده رو مجاب کنی، حتی دست به رفتارهای غیر متعارف میزنی و بعد و خیلی خوبه که شما صادقانه میگی محمد هم همه تلاششو میکنه. آره. به سرعت میره سربازی، تو تایمای مرخصیش میاد کارگری میکنه. آره. در نهایت پدر باز مجاب میشه یه طبقه ای رو بسازه که دومادش و دخترش بیان اونجا زندگی کنن. تا اینجا همه چی خوبه که یه جورایی منم داخل این طلاق مقصر بودم. از نظر من شاید من بیشتر میدونی من 18 سالم بود، رفتم طبقه بالای خونه پدرم با تمام امکاناتی که من فراهم کرده بودم. یه جورایی کور شده بودم رو این که نسترم محمد داره تلاش میکنه. خب مغرور شده بودم رو هر بهانه‌ای. آره بزن بیرون، آره برو. یعنی شما بهش میگفتی؟ آره من میگفتم خونه بابای من برو بیرون. برو بی خونه من، برو بیرون، خونه مال منه. اینجا من مقصر بودم.
چجوری میشه آدم به عشقش این حرف رو بزنه؟ مگه این همون آدمی نبود که تا چند وقت قبل به خاطرش شما خونه میزنی بیرون، تو روی پدر مادرت وای میسی، فریاد میزنی، میگی عاشقشم، میخوامش با همه مشکلاتش، بعد میگه خونه من برو بیرون، چه اتفاقی میفته؟ بعضی مواقع تو طول زندگی، تو طول روزمره، تو ماها، سالا، آدم یه چیزایی میبینه، نمیگم سرد شدم، نه، شاید از عشقش سرد بشه. شیطونیایی که محمد کرد. اینجا من شکستم. شاید صدای شکستنمو با داد زدن روش میخواستم به گوشش برسونم، با اینکه بزن بیرون که من هستم، من همون نسترم، همون. یعنی صادقانه ترش و راحت ترش اینه که شما متوجه خیانت های محمد به خودتون آره، شد. منو ببین محمد، من همونم، همونی که به خاطر من تو روی خانواده ایستادی، من تو روی خانواده ایستادم، با هم رفتیم، بازم میگفت هیچ کس تو نمیشه، میگفت هیچ کس تو نمیشه، تو مادر بچه منی. ولی اینا نه، من شکستم. اینجا خودشم ناراحت میشد، صادقانه میگم، خودشم ناراحت میشد، میدیدم شاید بروز نمیداد، میدیدم از ناراحتی، میدیدم شاید کبود میشد. وقتی متوجه خیانت شدین شما احساس شکست کردید، بعد عشقتون تبدیل به چی شد؟ اون لحظه به نفرت، اون لحظه به نفرت. من نسترن، دختر مهدی رجبی که کل اون شهر رو میشناسن، رابطه عشق ما همه اون شهر فهمیدن، یه عشقی بود که واو زبون زده همه بود، بعد از خیلی به هم رسیدن. چرا من همون نسترنم، چیزی کم ندارم، چی شد؟ چرا؟ بذارین راجع به چراییش با هم دیگه حرف بزنیم. بریم صحبت‌های آقای، چون موضوع مهمیه. من نه ادعایی دارم نه اینکه مدعی هم میتونم به عنوان مجری کارشناس همچین بحث و قصه ای رو روایت کنم و دنبال کنم. برای همین از آقای دکتر گلزاری خواهش کردیم راجع بهش صحبت کنن، راجع به این موضوع بشنویم، برمیگردیم. به من اجازه بدین یواش یواش محمد رو دعوت کنیم بیاد، خیلی پشت سرش حرف زدیم. به نام خدا، سلام به شما عزیزان. طاعات و عباداتتون در این ماه پربرکت رمضان مقبول درگاه الهی باشه. بحث کوتاهمون راجع به اینه که آیا بعد از جدایی اگر زن و شوهر به خاطر فرزند یا به خاطر مسائل دیگه، فشار خانواده ها، اصرار خانواده بخوان برگردن، درسته یا درست نیست؟ خب هر کدوم از ماها که صحبت های این پارسای کوچولو رو بشنویم تحت تاثیر قرار میگیریم. خیلی سریع دلمون میخواد که این زن و شوهر برگردن، پدر مادر کنار هم دیگه قرار بگیرن، پارسا رو در کانون پرمهر خودشون نگه بدارن و رشد بدن. ولی تجربه ما کارشناسان اینه که احساسی و هیجانی نباید برخورد بکنیم. درست همونطوری که در ازدواجها این هیجانها و احساسات میاد کارو خراب میکنه، در بازگشت هم اینطوریه. پیشنهاد اینه که الان پدر و مادر پارسا فکر بکنن قبل از ازدواج و قبل از تولد پارسا از همون روز اول میخوان ازدواج بکنن. اصلا پارسا رو به نقدن برای برگشتشون خیلی توجه نکنند. آیا اگر این دو نفر همین امروز بخوان بیان توی بحث مشاوره‌ای و کارشناسی آمادگی، انگیزه، صلاحیت ازدواج با همو دارند؟ آیا انگیزه هاشون احساسی، عاطفی و هیجانی گذراست؟ یادتون باشه زندگی یک کودک در یک خانواده آشفته ادامه دار
بسیار بدتر از خانواده طلاقه. من میگم آشفته ادامه دار. دانشجوها با هم دیگه خوب اختلاف پیدا میکنن، دعوا میکنن، خوب میشن، چون تفاوتایی با هم دیگه دارن، کم کم هم دیگه رو درک میکنن. اما آشفتگی ادامه دار، استرسش و فشارهاش و بحراناش بسیار بیشتر از اینه که اینا جدا بشن. به همین دلیل با توجه به این که ما آشفتگی رو بدتر از گسستگی میدونیم، پیشنهاد اینه که ببینیم آیا این انگیزه و شایستگی و صلاحیت ازدواج توی این دو نفر است یا نه. قرآن مجید در آیه 228 سوره مبارکه بقره میفرمایند به زنها خطاب میکنند یا توصیهشون به زنهاست که شوهران این زنهای جدا شده سزاوارترین مردانند برای بازگشت به زندگی و برای اینکه این زنها با اونا ازدواج میکنند. اما قرآن به سرعت آخر آیه یک شرط میگذاره: ان ارادو اصلاحا، اگر اینها واقعا شایسته باشند، اگر اینها اراده درست کردن زندگی رو داشته باشند، بخوان زندگی رو با صلاحیت ببرن جلو. توصیه من اینه که هر کسی که جدا شده اولا تا 1 سال بعد از ازدواج توی رابطه دیگه نیفته، توی ازدواج دیگه نیفته، شتاب زده برخورد نکنه. اطرافیان کمک بکنند برای اینکه اینها این خشم‌ها و عصبانیتشون نسبت به هم کم بشه. مثل این خانم همسرش رو ببخشه، اون مردم ببخشه. اینا گام‌های اوله. بعد درست مثل آغاز یک ازدواج برن یک کار مشورتی بکنن، یک کارشناس بی‌طرف وارد، ببینند آیا این دو نفر، گفتم از نظر انگیزه، از نظر هماهنگی، ما معتقدیم زن و دختر و پسر جوان زمانی میتونن خوب هم زندگی بکنن که اولا انگیزه هاشون انگیزه های یک زندگی پایدار مقدس ادامه دار باشه. نیومدن همونطور که ما در فرهنگ خودمون میگیم، نیومدن که زود برن، اومدن که با چادر سفید بیان، با کفن سفید برن، یعنی بعد از ان شاء الله 100 سال زندگی. انگیزه باید یک پیمان مقدس پایدار باشه. باید اینها دو نفر از سلامت برخوردار باشن. ما 5 نوع سلامت رو شرط میدونیم. سلامت جسمی یعنی بیماری‌های جدی ادامه دار نداشته باشن، سلامت روانی شخصیتی، سلامت اخلاقی، سلامت جنسی و سلامت خانوادگی. باید در 10 مورد هماهنگی داشته باشن که توضیح 10 مورد نمیگم. به هر صورت من امیدوارم این پدر و مادر خوب با چشم باز و برای آینده خودشون و فرزند عزیزشون و فرزندان بعدیشون حتما یک کار کارشناسی بکنن. خوش اومدید خانم ها و آقایان. خیلی سپاسگزارم از اینکه در این لحظات قیمتی ما رو تماشا میکنیم و ما این افتخار رو داریم که روبروی شما باشیم. با مهمانان امروزمون با شما هستیم. چند تا نکته رو به شما توضیح بدم چون پرسشم و سوالم راجع بهش زیاده. ماجرای قهرمان منه که چندین بار توضیح دادم. اگر فکر میکنید که کسی رو میشناسین که از نظر شما شأن قهرمانی داره در زندگی و قصه نهفته و پنهانی داره و شما میشناسینش، میتونین فیلمش رو بگیرین برای ما ارسال کنین. دوستان منم زیرنویس میکنم براتون راههای تعاملی ما رو. و عید سعید فطر به بهترین فیلم ها مثل سال گذشته از طرف شرکت محترم پاکسان حامی مالی برنامه هدایای بسیار بسیار ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد. همچنین کسانی که در این ایام تراکنش دارن با ستاره 733 مربع میتونن هم برنده هدایا و سفرهای عطوات عالیات و هم مشهد بشن هر روز و همین که برنده جایزه بزرگ و مهم 733 که جایزه 1 میلیارد تومانی که 10 نفر هر کدوم 100 میلیون تومان برنده خواهند شد. مخصوصا اگر در تایم برنامه باشه امتیاز ویژه خواهد داشت. یه نکته رو بگم مربوط به یکی از مهمانان چند سال گذشته ماست. من این شهر رو دورادور میشناسم، ابهر در استان زنجان، و خبردارم چقدر زنان و مردان شریف و غیوری در این شهر زندگی میکنن. احساس میکنم اگر ازشون خواهش کنم حتما مدد میکنن و کمک میکنن، شک ندارم. خانم فریبا نظری چند سال گذشته مهمان ما بودن.
که معلولیت دارن. بعد یه مجموعی رو بعد از برنامه ما رو انداختن در منزلشون، یه مسکنی بهشون داده شد که معلولین رفت و آمد دارن، فعالیت آموزشی میکنن، فرهنگی میکنن، که پایدار توانمندان فاطمه زهرا سلام الله علیها اسم این مجموعه است در شهر ابهر. الان خیلی وقته که با این منزل دچار مشکل شدن، قراره که در واقع ازشون گرفته بشه. من خواهش میکنم از بزرگترهای شهر ابهر، از مدیران، از مسئولان، از خیرین این شهر که مدد کنن. من فکر نمی کنم لازم باشه به شهر دیگه‌ای، به استان دیگه‌ای کشیده بشه. اینقدر در ابهر ماشاءالله آدم بزرگ و کار درست داریم که خود ابهری‌ها میان وسط و این قصه رو حل میکنن. من خواهش میکنم این ماجرای سرکار خانم فریبا نظری و این مجموعه‌ای که متعلق به فضای آموزشی و فرهنگی معلولینه ان شاءالله حل بشه. ما هم پیگیر خواهیم بود. خب الان خیلی ها دارن تماشا میکنن قصه شما رو که چی شد اون عشقه. تا یه جایی با هم دیگه صحبت کردیم، اون عشق افسانه‌ای و اسطوره‌ای شما در 17-18 سالگی خودتون و محمد، بعد از اون همه شرط و شروط و دعوا و جدل با خانواده و اینها، بعد که وارد زندگی شدین خوب پیش میرفت. اولش خوب بود، اولش خوب بود. اولش که همه جا خوبه، همیشه آره. خوبه. اولش خوب بود، کم کم میتونم بگم عمده‌اش یه جورایی بعد از به دنیا آمدن پارسا بود. به خاطر وجود پارسا نه، بعد از به دنیا آمدن پارسا شکوفا شد، اومد بالا. یعنی به دنیا آمدن بچه دلیل نشد برای ارتباط بهتر شما، انس گرفتن محمد بیشتر؟ عاشقانه پارسا رو دوست داشت، اینو من منکرش نمیشم. یعنی خانواده گرمتر نشد؟ نه، بازم اینجا میتونم بگم یه اشتباهاتی از من بود. من بیشتر مواقع پارسا رو میذاشتم پیش مامانم. اینا چرا؟ یا بیرون بودیم یا میگفتم که مثلا طبقه پایین بود، مامان پارسا پیشت باشه، اینجوری. خب حالا یا خودم هم میرفتم پایین، بیشتر به اونا انس گرفته بود. اینجا اشتباه از من بود. یعنی کماکان شما در منزل پدرتون زندگی میکنین با 3 سال. محمد. یعنی هنوز محمد بعد از 3 سال نمیتونه، یه پولی نداره که خونه بگیره شما رو ببره. کار دائم نداشت. کار دائم نبود. چی کار میکرد؟ عکاسی فیلم برداری بود که مامانم حقوق نمیدادن. حالا خیلی بعد بحث میکردیم، قسط داریم فلانه بهمانه بیسار اینجوری. میتونم بپرسم که پدر شما کمک میکرد به شما؟ آره. یعنی اگر کمک های پدر نبود زندگی نمیچرخید؟ نه اصلا. خانواده خودش هم کمک میکرد. خانواده خود محمد، مادرش، خواهرش. تو قسمت قبلی تا اینجای قصه هم اومدیم که یواش یواش شما خبردار شدین از اندکی از شیطنت‌های محمد و بخشیدم. اولین بار که فهمیدم بخشیدم. فکر نکردین چرا؟ چرا باید این کارو بکنه محمدی که شما فکر می‌کنین عاشقته، شما عاشقشی، خودتون رو کشتین برای این زندگی؟ اولی که میگم من کاری نکردم. خب این که جمله ولی میگم از نظر من کاری که نه، حتی اگه ذهن آدم منحرف بره خیانت، اشتباهه. به دلیلش فکر نکردین؟ چرا؟ به خودتون فکر نکردین؟ چرا؟ تو هر بحثی که میشد اولین صدایی که میرفت بالا صدای من بود. محمد آروم بود، آرومه، الانش هم آرومه. برج 7 6 ماه 2 ماه به اضافه 1 8 ماه دیگه 8 ماه از طلاق شما میگذره. بله. دعوتش کنیم بیاد، بزنید که خودش باشه، بی انصافی نیست. من محمد دعوت میکنم که بیاد و به گفتگوی ما اضافه بشه و خودش هم باشه این گفتگو رو ادامه بده. محمد جان بیا. فکر نمی‌کردم انقدر شما حق بدین بهش یه جاهایی. حقیقت میدونین یه زندگی بس زندگی بود، صادقانه.
محمد خیلی خوش اومدی. بیا. سلام. بشین. سلام. بفرمایید. شناسنامه تو هم دست شما چی کار میکنید؟ محمد کل قصه رو خانم تعریف کرد، تو هم شنیدی. بله. تایید میکنی تمام قصه که تعریف کرد، از آشناییتون، ازدواجتون، سختیاتون، فشاری که ایشون رو خانواده‌اش آورده، سختیایی که تو کشیدی، اون عشق افسانه‌ای اسطوره‌ای آرمانی، کل شهر خبردار شدن از عشق شما، عشق چند آتیشه شما. وارد زندگی شدین، پدرش خونه داد، طبقه بالای خونه خودش برای شما یه خونه ساخت و بین همینجا زندگی کنید. گفت سختیایی که تو کشیدی، کارگری که تو کردی، اینکه تو هم مهر و محبت و عاطفه و عشق داشتی. چی شد محمد؟ چی شد به این جای رسید که سرد و سردتر شد؟ این عشق کجا رفت؟ خب میدونی یه سری اشتباهات از من بوده، الان اقرار میکنم اینجا اشتباه از من بوده. یه سری شیطنت‌ها کردم، شیطنت‌های واقعا بد که واقعا تو هر زندگی که باشه پایه‌شو سست میکنه. اصل یه زندگی هم پایه زندگیه، پایه‌ت که محکم باشه تا بالا محکم. ما با یه موضوع مهم رسیدیم، باز هم با وسواس اعلام میکنم که میشه راجبش حرف زد، چون حتما ما بیننده رده سنی پایینم داریم و باید مراعات کنیم. بله. راجب خیانت حرف زدیم. بله. که تو خیانت میکنی به خانمت، اما عجیب بود که خانم شما یه نکته رو پذیرفت و اون همینه که میگه من از یه جایی به بعد شروع کردم سرکوفتای خیلی شدید به محمد زدم. بله. که از خونه من برو بیرون، حق داشت. چیزی نداری، کاری نکردی. حق داشت. آره. میخوام سوالم دقیقاً اینه که چی باعث اون خیانت ها شد؟ این بیشخصیتیه، این سرکوفتا، این دعواها؟ خب میدونید یه سری تاثیرات منفی داشت این رفتارهای بد. به هر حال من اونجا بودم، تو خونه اینا زندگی میکردم، اونجا میخوردم، میخوابیدم، بلند میشدم خدمت بودم، میرفتم سر کار و اینا رو پشت سر میذارم. ولی این حرفا که مثلا در مقابل اینا یه حرفا بهم زده میشد، احساس میکردم غرورم داره میشکنه. خب مردم دیگه، غرور دارم، درسته؟ بعد از گفتن اون حرفا من پشیمون کشیده شدم به یه جایی که من واقعا اون موقع عقلم اینقدر نبود، موقع سنم کمتر بود، نمیتونستم درست فکر کنم، پشتیبانی هم نبود که مثلا بگی این راحته، اینجور درستشه، اینجور اشتباهشه. تنها بودم. محمد بیکاری هم نقش داشت؟ 100%. خیلی دوتامون اذیت شد، خیلی. تا جایی که بود میشد کار میکردم، هر کاری که بود کار میکردم، ولی خب اون قدی نبود که دوتامون تامین شیم. توقع زیادی هم نداشتیم، خونه مجلل نمیخواستیم، هر شب بیرون و رستوران و هر روز خرید نمیخواستیم. نه یعنی چی؟ یعنی که از دلایل اصلی دعواها و بگو مگوهای شما میشه بیکاری محمد. عصبی میشد خودش. خب نه ای که من سرکوفته بیکاریشو بزنم، نه اینو نه. خب میدیدم تلاش میکنه و نمیشه، میدیدم. خب چرا میگفتی از خونه من برو بیرون؟ خاطر اون شیطنت داشت، عصبی میشدم. منو ببین، من نسترنم، همونی که به خاطرم همه کار کردی. کی اومد جای من؟ چی شد؟ حتی برای صحبت کردن میگفتم محمد اگه مشکلی داریم نمیتونیم به هم دیگه بگیم، بنویسیم و دفتر بذاریم بنویسیم، بعد به هم دیگه نشون بدیم. آره تو اینجا اشتباه کردی، آره نسترن این کار تو بده، محمد خطا کردی. آره محمد. آره این شکلی بوده. میدونید من همه تقصیرها رو میدادم گردن خودم، ولی من اینو قبول ندارم. میدونید چرا؟ چون داخل یه طلاق از نظر من خب یه نفر مقصر نیست، هیچ وقت یه نفر مقصر نیست. آیا علی خانم میدونید چرا میدادم اوج دعواتون چند سالتون بود؟ 21 سالتون دیگه؟ آره 20 سالم. 20 سالتون بود. این دعوا حمل 20 سال 21 سالگی آره؟ بله. تا 25 سالگی ادامه داشت. دیگه چه چیزی میگفتی من بگو. خب این که من میگم همه چیزو میندازم گردن خودم، همه چیزو خودم میپذیرم، همه اشتباهات خودم میپذیرم، اینه که با همه اون چیزایی که گذشته
هنوزم داره میگه که اشتباه از اون تنها نیست، داره خودش هم میگه من اشتباه دارم. این خیلی برای من مهمه. چرا الان که انقدر با کلاس شدیم و به هم دیگه حق میدید، چرا اون موقع به هم حق میدادید؟ حتما باید این هم اتفاقات خیلی بعد گفتم نکن. ببینید بازم کلش اقوازی از من بوده. خیلی گفتم نکن. من خواستم که جدا شیم. خیلی تو خونه ای که کرایه کرده بودیم تمام وسایل‌ها رو برده بودیم، خودم و خودش نشسته بودیم زوره گرم گریه میکرد. نکن یک ماه فرصت بده، نکن محمد، به خاطر من نه، به خاطر خودت. کجا برم؟ نه اینکه جا نداشته باشم، خانوادم منو باهوش باز قبول کردن، دخترشونم. ولی شما احساس شکست و این عشقه میکردید. محمد نکن. نگاه کرد گفت نه جدا میشه. چرا محمد گفتی جدا شیم؟ خب این شرایطی که داشتیم دوست نداشتم. تو قبول داری در حقش خیلی بیرحمی کردی؟ خیلی. من واقعا اینو قبول دارم. قبل از هر چیزی هم بذارم میکنن سنتش بهت بگن ازت عذر میخوام به خاطر همه چیز. یه کوچولو بچرخ، شما طلاق گرفتیم محرم نیستیم، من بچرخ بر ما درصد درست نکن، بچرخ سمت من، فردا نامش برای من میاد. عذرخواهی شد. زمانی که خواستیم جدا شیم تو محضر خیلی عصبی بودم، حتی با قاضی هم بحثم شد. شما که الان با همه بحثت شده و من نگرانم که تا الان با ما بحثت نشده. الحمدلله خدا رو شکر. میدونین من کم جلو الان ترجمه میشه چطور شو اشکم در اومد. خب من کم جلو کسی گریه میکنم. خب من 3 تا دوست دارم. شما دارید میگی راجع به عشق زندگی میخوام یه چیزی بگم، من 3 تا دوست دارم. الان میدونم من پای برنامه عالیه، معناس، مرجان، یه جوره یه اکیپی. حرف میزدم براشون، کم بود اشکم در بیاد. شاید ناراحتی درونیمو با اون پرخاشه نشون میدانه، بعد خودم پشیمون میشدم. البته همیشه الزاما حرف زدن، مخصوصا یکی از آفت‌ها اینه، حرف زدن توی فضایی که من قصد توهین و بی‌احترامی به دوستان شما ندارم، ولی یه جاهایی هی پشت سر هم حرفای اصطلاحاً خاله زنکی و اینا هی تقویت میکنه، دعوا رو تشدید میکنه، توصیه‌ها، نصیحت‌های اشتباه، عدم این که من مراجعه کنم به کسی که توی حوزه کارشناسه، میتونه کمک کنه، میتونه دلسوز باشه، میدونی هی. بعد الان که جدیداً متاسفانه اتفاق بدتری افتاده، زن و شوهر دعوا میکنن و یکی از جذاب‌ترین صحنه‌ها برای همسایه و دوست و آشناه، یعنی ولشون کنی تخمه میگیرن، انگار سریال ترکی میبینن، پشت در خون طرف وای میستن و بدون که هیچ کاری بکنن و اینا، انگار جذاب شده و ما قبول کنیم تو فرهنگمون دوست داریم این سرک کشیدن. ولی این 3 تا اینجوری نبودن. دوستان شما که حتما بهترینن. بذار برسیم به موضوع محمد. به زورم نمیشه، چرا میشه بهش فکر کرد که اون سرکوفتا و اون بیکاری تو و اینکه تو نتونستی اون مرد رویایی و ایدئال برای همسرت باشی شاید اندکی موثر بوده، اما برای اون بخش خیانت این کافی نیست، دلیلای کافی نیست. اشتباه کردم. دفعه اول بخشیده، بعدش چرا؟ بازم اشتباه کردم. این باعث شد که الان طلاق گرفتم. تو یعنی دلیلت برای طلاق دیگه می‌خواستی فرار کنی از این زندگی؟ نه، من اشتباهاتم پذیرفتم. کجای زندگیتون شد که دیگه قدر گذشته همدیگه رو دوست نداشتید؟ فهمیدین دیگه همدیگه رو انقدر دوست ندارین که اون سالا مثل شیر پشت هم وای میستادید؟ خب میدونی یه سری حرمت‌ها امروز شکستشه، فردا شکسته، پیاپی که باشه 1 سال بشه 2 سال بشه، مال ما 3 سال بود 4 سال بود، زده میشدیم از هم. یه چیزی میگم، من یه چیز جواب حتی جوری شده بود که مثلا نصر خانم تو خونه بود من نبودم، یا من بودم ایشون نبود. نبود. من نبودم. اصلا زمانی به هم دیگه نمیدادیم، حتی برای صحبت کردن، حتی برای بیرون رفتن، حتی برای هر چی. غذا درارم بخوری؟ زمان نه به خودم هم دیگه میخورم. یعنی اشتباه ما این بود که زمان به هم دیگه نمیدادیم، حتی برای صحبت کردن با هم. یه اتفاق خیلی بدی برای تو میفته بله که محمد یه خیلی ناامید میشه تو این زندگیه، بعد که شما هم میری بعد از طلاق دیگه. بله. و تقریبا به این نتیجه میرسه که دیگه از تمام زندگیش ناامید شده، نه همسرش رو داره نه بچهش کنارش.
اول تو من بگو چرا به این نتیجه رسیدی؟ چی شد محمد سرکش مغرور خودخواهی که زنش شدش زار میزنه و گریه میکنه میگه نکن، میگه نمیکنم؟ چی میشه محمد به یه همچین سطحی میرسه که از همه چی ناامید میشه؟ خب بذار از اینجا شروع کنم. خب من آخرین شیطنتی که کردم دیگه حضوراً منو دید دیگه. من بعدش هی رفته خورد شدم، دیدم هیچ کس رو ندارم. من خانواده‌ام هم حتی مثلا بیشتر بر علیه من بودن، یعنی میگفتن اشکال از توئه، حقم داشتم بازم، چون واقعا اشکال از من بود. یه کسی که مرد زندگیشه و با داره مشترک زندگی میکنه دیگه شیطنتی نباید باشه و اون باعث شد که طلاق گرفتیم. سرمنشأشون بود. این خیلی خوب بوده که شما رابطه خیلی خوبی با خانواده‌اش داشتید. من حتی بعد از طلاقم باهاشون در ارتباط چی شد که خیلی ناامید شدی؟ و یه شب خونه بودم SMS دادم به نظر خانم. چه پیامی بهت داد یادته؟ آره من خونه دوستم بودم، از خواب بیدار شدم ساعت 8 بود، 8 شب، دیر خوابیدم، خسته بودم، 8 بیدار شدم. حتی با تعجب به دوستم گفتم عالیه محمده. تعجب کردم خودم، خب عالیه محمده. خب محمده چی بود SMS؟ پیام داده که عزیزم من خیلی دوستت دارم، من در حق تو بدی کردم، خب مواظب خودت و پارسا باش. گفتم که مواظب پارسا هستم، عزیزتر از جونمه، خب منم بدیایی داشتم. بعد پیام بهش دادم. اینجا چند وقت طلاق گرفتین؟ بهمن ماه بود مهر، 4-5 ماه. پیام بهش دادم محمد دقت کردی؟ در مورد پارسا داشتیم صحبت می‌کردیم، دقت کردی چقدر چشاش شبیه تو؟ دیدم جواب نداد. گفتم خب حتما یا ناراحته، خب یا رفته بیرون جواب نمیده. من با دوستم و شوهرش شام رفتیم بیرون، دیدم گوشیم زنگ خورد، اسم خواهرش افتاد، دیدم مهساه. گفتم که عالیه، وای حتما میخوام بیام دنبال پارسا. خب کاش زنگ بزنم مامان بگم آمادش کنه، روز جمعه بود. دیدم صدا میومد، من فکرم صدا خنده است. خب بعد خودم هم خندیدم، گفتم عزیزم و اینجور چیزا. گفت فردا بیا بیمارستان. فهمیدین حالش خیلی محمد خودکشی کرده. رفتم. چرا مامان؟ خب دیگه هیچ امیدی نداشتم من، یعنی حس میکردم همه چیزو باختم. یعنی تنها چیزی که میشد تا آخر عمرم، حتی بعد از جدایی میتونستم بگم تو زندگی دارمش، یه عشق پاکی بود که میدونستم نصرم من داره، من بهش دارمش. چرا وای نسادی مردم درستش کنین؟ چه تصمیمی بود؟ خب به خاطر همون شیطنت بود دیگه. شما بر نمیگشتی؟ که چی؟ شما دیگه بر نمیگشتی بهش؟ خب من اون لحظه وقتی خودمو جاش قرار دادم دیدم اصلا قابل بخشش نیست. آفرین. زمانی که جدا شدیم گفتم واقعا نمیشه، اسم منو دیگه نیار. خیلی معذرت میخوام اینو میگم، خیلی معذرت میخوام. اگر خدای نکرده این اتفاق برعکس میافتاد، تو چه احساسی داشتی؟ همون احساسی که نسبت به من داشت و من بیش داشتم. خیلی جمله خوبی گفتش که جای شما فکر کرده فهمیده شما نباید ببخشش. 3-4 دقیقه زمان داریم. پارسا رو میخوام بیارم، مراعات میکنم که تو خیلی از این گفتگوها نباشه. پارسا با تقاضای شما میاد تو برنامه. اینقدر فراز و نشیبای عجیب غریب دارید، اینقدر شروع ماجرای ترسناکه و پر از دلهوره، اینقدر حرارتش و شورش بیشتر از عقل و منطقشه که حتی من هم اصراری به آشتی مجدد شما ندارم. یعنی نمیتونم این نسخه رو تجویز کنم و این توصیه رو بکنم. میخواین چی کار کنید؟ شما یه بچه دارین که میخوام بیارمش تو. تصمیمتون چیه؟ واقعا برگشت شما با هم دیگه بعد از 9 ماه که طلاق گرفتین کار درستیه به نظرتون؟ برگشت ولی نه رو گزینه اول 7 سال پیش. نسترن بزرگ شده، محمد عاقل شده، با فکر، با عقل. فراموش کنین که جلوی دوربین نشستین. شما الان زن و شوهر نیستید. 8 ماه قبل طلاق گرفتید. الان چی میخواید از هم برای برگشتن به زندگی؟ چون یه آمادگی داشتید. الان چی میخواین که برگردین؟ ماما تو چی میخوای واقعا؟ خانم شما چی میخوای که فکر میکنی همه اون خلاها جبران شه؟
این حرف اشتباهی که به خاطر بچه برگردیم. زن و شوهرم آدمن، هر کدوم یه احساسی دارن، یه نیازی دارن، یه آرزوهایی دارن. بعضی موقع بدتر میشه این بازگشت به زورکی. این بار به خاطر خودم. من اگه بتونم به خاطر خودم باشه میتونم واسه بچه‌م زندگی بذارم. اگه به خاطر بچه‌م باشه میدونم اگه برگردیم یهویی خراب میشه. به خاطر خودم، خودش رو پیدا کنیم، دوتاییمون میتونیم پارسا هم پیدا کنیم. آفرین. من یه مدت گذاشتم، نزدیک 3-4 ماه گذاشتم، حتی تو خونه خودش هم میدونه. اصلا نه کار میکردم نه از خونه میرفتم بیرون، همش خونه بودم و سیگار پشتم. خودم پیدا کردم، دیدم اشتباه بوده واقعا. اون شیطنت ها، اون پرخاشگری ها، اون بیرون رفتن ها یه اشتباه. محمد بزرگترین مشکلی که باید از تو حل بشه کار کردنه تو محمد. بله درست. حتما. تو چی میخوای؟ روحیه. تو چی رو حاضر نیستی دیگه تحمل کنی در زندگی گذشته تکرار نشه؟ خب میدونی من فقط میخوام آرامش داشته باشه، چون اگه داشته باشه به منم منتقل میکنه. فقط همین، آرامش. هیچ چیزی دیگه تو زندگی. من خب پارسا رو بیارم. بهش بگو چی میخوای ازش خانم. بهش بگو، نگاش کن. فاصله. جون مامانو تو فاصله داره. هر موقع عقد کردی میتونی نزدیکتر بشین، دست هم دیگه رو بگیر، جو نگیرت تو. بهش بگو. خانم رجایی بهش بگو، نگاش کن، بهش بگو زمان نداری. زمانی پارسا کن. آرامش میاد توی خونت که یه زن فکر کنه تو اون خونه امنیت داره. مردش دوستش داره، به خاطرش همه کاری میکنه. صرفا مرد باش. هر کاری کنم خودت میدونی امنیت. بچه برای پارسای دست بزنی. مرسی عزیزم. خب بیاد بین شما وایسه، زمانم نده. عمو بیا. شما بشین، خانم جان بفهم بشین. بیا عمو. بیا اینجا وایسا. مشکل ما رو هم حل می‌کنیم وسط وایسا. البته مثل که نکاتی راجع به رجوع به همسر سابقه اینها داریم، حالا خیلی جدیش نکنیم مثلا. خب من نشیدم چی گفتیم با جو نگیرتتون جلو دوربینا. این کار جدیه. شما شکست خوردین، شما خیلی اذیت شدین، شما تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی خیلی گرفتید. ما به خاطر اینکه یه شو هندی را بندازیم و یه فیلم هندی و اینا 2 تا گل آوردیم. دنبال نیستیم که الان بگید بله ما عاشق هم شدیم بازو بریم سر خونه زندگی. نه، لطفاً از برنامه ما هم رفتیم بیرون فکر کنید اگر خواستید ازدواج کنید و ما خیلی دوست داریم تصویراشو میگیریم پخش میکنیم، ولی واقعا اگر احساس کردیم برگردیم ممکنه چالش‌های بزرگتری پیش بیاد نکنید. واقعا من واقعا دوست داریم زندگی. من واقعا دوستش دارم. این چیزی نیست که بخوام پنهانش کنم. چرا به من میگی؟ به خودش هم گفتم، به همه میگم واقعا دوستت دارم. این چیزی نیست که من بخوام پنهانش کنم. خب دوست داشتن الکی که ما فایده نداره، ثابت کنی. میگه بگیرین گل‌ها رو بالا. باید بهم بگی چی کار کنم. محمد دوست داشتن که الان جدیدا ما به جای اینکه بگیم دوست دارم دیگه استیکر قلب ملب میفرستیم، آبدو خیاری حرف زدن که فایده نداره، ثابت کنی. محمد مگه میشه؟ شما اگه دوست داری باید بهش ثابت کنی. گفتم زمانی آرامش میاد توی خونت که یه زن احساس امنیت کنه، احساس زن بودن تو اون خونه کنه، نه سربار بودن، نه کسی که فقط نقش مادر بودن رو داره. چی کار میکنید؟ الان تصمیم میگیری یا فکر میکنید؟ فکر میکنی. آفرین، فکر میکنی محمد. همینطوره. فکر میکنی. اگه بخوایم الان تصمیم میگیریم میشه همون نصر محمد 7 سال پیش، ولی با وجود یه نفر دیگه. نه من فرق کردم. نه اگر بدون فکر. تو فرق کردی. خیلی فرق. ما منتظر میمونیم. ماهتون عسل. برداشت از این قصه کاملا آزاده برای شما، هر کسی تلقی و تصور خودش رو داره. خداحافظ تا فردا. یک لحظه فکر این هراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد. خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد.
خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. تو این تن هست تا نشکنم من زیر پای تو، این دین روی گردن من هست. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد. خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد. خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.